در کارگه شیشه‌گران سنگ نمی بود. زندگیم به حیث دختر یک پلیس همیشه ترس داشتم که مادرم از دست ندم. بالاخره از چیزی که میترسیدم سرم آمد. مافیا مادرم از بین برد. او را اینطور عاشق خود بسازم که مجبور شوم به خاطر بدست آوردن من هر کاری کنم و به خاطر این کار وقت سعید را باز کنم او را با سعیدش یک جا به زندان مندازم. خب پس ادانایی چطور میشه؟ تو این عملیات امرای او یک جا پیش میبری؟ البته که نخیر، این عملیات از خودم است. ببین اینا رو در جای پیدا کردن نمیتونی. اینا از خود اداناست، یعنی قدرش بفهم. واقعا بسیار مهربان است نامر صاحب. خوب شد. حالا بچه، حالا خانه کو دیگه. حالا خانه تا نیجز؟ بله، تا دیروز نشانی ما مخفی بود، اما نظر به ای که مادرم از بین رفته. بیاین داخل بریم، من لباسای ما تبدیل میکنم. درست است، خوب میشه به خدا. بعدا میریم یکان چیز میخوریم. من یک کبابی بسیار خوبه میشناسم. درست است، حالا بیاین. او گفت نه که بیاین بریم مامر صاحب، ما از اون خاطر رفتم. یا که من اینجا دم و تر می باشم. شاید شما پدر دختر بعضی گفتنی ها داشته باشید. آیا سوفیا دخترم خوب هستی؟ من خوب هستم. نزدیک بود قلبم استاد شود دخترم. هیچی وضعیت است؟ تو با خدایا هیچی وضعیت است؟ خب اینا را خب ما بر هم نزدیم. خب پس این کار کی است؟ نمیفهمم. تو نمیفهمی؟ برم گفته بود این شخص که در تصویر است یک دوست سابقش است، اما یک دوست بسیار خاص که او را زیاد دوست داشته. حتی بعد از گذشت سالها باز او را فراموش نخواهد دانست. یکی از این تصویر پیش ما است، همیشه سر میز ماست.
بفرستید. معلوم میشه که در خانه دزد داخل شده. نه خیر بچم، نه خیر. این کار کدام دوست نیست. تمام لوازم سر جایش هست. ده این کار کدام راز است. این کار هر کس کده حتما به خاطر کدام موضوع دیگه کده. این سگا چرا سر صدا میکنن؟ نمیفهمم. به اونا نان آب دادی دخترم؟ از ما خون نیستن. در زمین مخابه، زود زود. ما هم رایتان کار دارم به شرف ها. بخواب حالا که پیش ما یک سلامه بود نه یک چوبم که بود راضی می بودم. دختره مادرت در خانه کدام سلام نداشت چطور؟ باید یک چندانه باشه. یعنی تو میفهمی که هست؟ امرای ما بیایه. درست است. انگی متوجه باش. برو بیا که بره. آله ازیرا بیاین، ازیرا. ببین دخترم تو پایین برو که ما از بالا حقشانه بتیم تا که صدای مرا نشنیدی حتی نفس هم نمیکشی. فهمیدی؟ برو. انگین دهی کشور هیچ پولیس نیست لعنتی ها.
بیا انگل مرا پوشش بده. درست سامر صاحب. درست است بخیر گذشت. آرام باش دختر قند، نترس. من هستم دخترم. بیا 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 دختر قندم، گذشت. نترس من ایجا هستم دخترم، نترس. بخیر گذشت دختر قندم، بخیر گذشت. اینه خدا را شکر که ای به شرفا رسیدم. اینا کی بودن عمر صاحب؟ از ما چی میخواستن؟ اونا از ما چیزی نمیخواین انگین. هدف او به شرفا صوفیه بود. حالا تمام برنامه‌های ما تغییر کرد. بی دختره در این وضعیت نمیتونم تو را در اینجا تنها بانم. تو باید امرای ما به استانبول بری. درست است؟ فهمیدی؟ استانبول میری. چطور است؟ از اینجا خوشت آمد؟ بله، بسیار یک جای مقبول انتخاب کردی. جالب است. امشب تنها ما اینجا آمده. به نظرم امشب واقعا یک شب عاشقانه شده. اگر نمیخوای خاموشش میکنم. نه خیر، همه قسم خوب است. برای ما یک سالاد چوپان همراه پنیر بیارین. پیش غذام برای ما بیارین. ماهی را بعداً سفارش میدیم. بچه‌شم از مشروبات چی میخواین؟ چی می نوشی؟ من مشروب نمی نوشم، آب میخوایم. آها، برای ما. به نظر من بازم به افتخار معرفی شدن ما باید بنوشیم. خوب شد همراه تو تصادم کردم. یعنی مقابل شدم، میبخشی؟ مهم نیست، اما اگه بار دیگه مرا با موتر نزنی خوش میشم، چرا که هنوزم پایین درد دارم. ما واقعا معذرت میخوایم. بعد از این مقابل کسایی که دفعتاً خدا در پیش روی محترم مندازن بسیار متوجه خود بودم. بیبی باز نمیخوایم که جنگ شروع درست است، درست است. خب قصه کو دیگه، تو کی هستی؟ قصه که میفهمی در دنیای خود یک استاد دوره ابتدایی و یک دختر ساده. به نظر من ساده را باید حذف کنیم و بجایش بسیار مقبول بگوییم. تشکر میکنم. خب تو کی هستی؟ یعنی چی کارو بار میکنی؟ ما
یک تعمیرگاه کوچک موتر دارم. یعنی شما موترشویی میکنین؟ نه خیر جانم، ما بازسازی میکنیم، تنها موترشویی نمیکنیم. در این وقت عوارض داخل و بیرونشان میگیریم. درست است قهر نشو. فقط کمی با جزئیات پرسیدم. تو تنها زندگی میکنی؟ نسبتاً. در سر دکانم یک اتاق دارم، اونجا میباشم. مادر و خواهرم هم در نزدیک دکان زندگی میکنن. خب کدام دوست دختر نداری؟ نه خیر. تو دوست پسر داری؟ بله. شاید تا چند دقیقه دیگه او اینجا بیایه. ناراحت نشو. اگه دوست پسر می داشتم باز اینجا چی میکردم؟ چطور هستی بچو؟ وای امشب اینجا کاملا خالی. وای چشم ما روشن. روز کی هست دیگه؟ من نمیفهمم اصلا. تو همه چیزا نمیفهمی لوده. خیرت هست؟ ایجا چی گپ هست؟ روز آمده همراه من خداحافظی کنم. امی؟ بله. هیچ شباهت نداره. روز عاشقم است. عاشق چی ولی از خدایی طرفی؟ صوفیا افتشونو تو فاترا. ما و دخترم گپ میزنیم و تو چی؟ نمی چشم یک دانه بزنم؟ تو تی افرنگ. افت سواترس. اینو با وزنم. او پترشو ما چه دلیکت سپاترا. بیا دخترم بیا که بریم پرواز از دست میدیم. بیا دیگه. بیا دیگه. بیا ماینا. هنوزم دست خودت تکان میته. ما خود دست تو را نه او دست تو را صبر کن اینجا خود چیز پیدا نمیشه. برو دیگه برو گم شو برو. توتی به شرف. توبه خدایا توبه. Πού πάνε αυτοί? Στην Ιστάμπουλ. Ο πατέρας της κοπέλας. چطور هستی؟ خوب هستم اسماعیل. وای اینجا شما غیره روشن کردین. شما برای خود یک فضای عالی و عاشقانه ساخته. اگه خبر میداشه ما مویلنای خود گرفته میامدیم. چطور بچه؟ به خاطر محبت شما از عمق دل می نواختیم. امروز از راه تیر می شدیم دیدیم که تو لوحه را پایین کردی. آفرین. شفیق اون میز خالی است بچه. به هر صورت اینجا کل میزان خالی است. هر جایی که خواسته باشین میتونین بشین. تو اونجا بشین بچه. ما امشب اینجا میشیم.
که تو از هواپیما میترسی. از هواپیما؟ چرا این گفه میگی دخترم؟ بسیار خنده آور است. من چرا از هواپیما بترسم؟ بله، از وقتی که به هواپیما بالا شدی مرق کردی. از وقتی که اینجا شیشتی باید میلرزه. نه دخترم چتیات نگو. من چرا از هواپیما بترسم؟ هواپیما باید از ما بترسه. تو چی میگی؟ تو به خدایا. تو چی رسایی لاری؟ بیرون رسایی کن. گفتم بیرون رسایی کن. وقتی که رسیدیم ازت پرسان میکنم از سیلونیک تا استانبول چند تا کوه و چه قهوه و چه خشک است. میگن میترسی. چی است؟ این انسان ها چی یک مخلوق عجیب است به خدا. یک آهن کلانه و یک بزرگی چی تو پرواز میده. او طرف سیکاله. این از میز مقابلتان روان کنه آقا. نوش جانت گل بچه. میوه زیاد بخور که پوستت روشن شوه. ببین قدری گل عبافا که از دستت نره. علی لطفا یکی از اینجا یک جای دیگه بریم. معذرت میخوایم. مهم نیست. من اول باید یک بار تا دستشوی برم. ما بیایم. تو همینجا باش، من زود پس میایم. تشناب کجاست؟ او طرف است. چپن طرف بپوشین که بیرون سرد است. علی این دخترک بد گفتنی نبود. او چه قسم در طورت آمد؟ بیا دیگه شمارش به مام بده. شاید خوارخوانده داشته باشه که مام آباد شویم صدقت. اگه قسمت باشه مام دل دارم نه. دستم تو چی کردی لعنتی چه کردی؟ Κυρία μου, το αεροπλάνο απογειώθηκε πριν λίγο. Η Σοφία έφυγε στην Ισταμπούλ. Η Σοφία θα είναι πιο ασφαλής δίπλα στο παπά της. Το ελπίζω. Αντίο, πρίγκιπισσα μου. Θα μου λείψεις πολύ. بسیار با مادر شباهت داری دخترم.
زدم بگویم من خوب هستم. نه این آدم اینقدر خطرناک معلوم نمیشه. فعلا کدام مشکل نیست. در ضمن اگه او خواست که منو به خانه برسانه برش میگم که زحمت نکش، خواهر میایه منو خانه میرسانه. باز تو بیا و منو گرفته ببر. درست است؟ نه خیر جانم هیچ چیزی نمیشه. معلوم نمیشه که کدام آدم خطرناک باشه. اینقدر تشویش نکن. درم داد. دوستایت کجا رفتن؟ اونا دوستای من نبودن. به اون صورت همون کسی که دوستایت نبودن کجا رفتن؟ نمیفهمم. گفتم دفعه دانشجوی های ما صبح باز خیستن و رفتن. خوب است. در اون صورت ما غذای خودم میخوریم. شفیق سفارشات ما چی شد بیارنه؟ بیارم بیادر. حالا دیگه بریم بچه. روفکی آدم رفت بچه. هوا بسیار عالی است. اگر نا وقتت نمیشه میشه با هم قدم بزنیم. اگر موفق شدیم باز یک مسابقه خوب میگیریم ها؟ درست از بچیم حتما. به خاطر غذا تشکر میکنم. به خاطر که تو یک شب زیبا مرا همراهی کردی من اصلا باید از تو تشکر کنم. من فکر میکنم که ما باید از تو به خاطر که مرا با معترض زدی تشکر کنم. از این معلوم میشه که هیچ مرا نمیبخشی. همون تو نیست؟ اجازه بده که من از اون حادثه کمی لذت ببرم. خب راستش او حادثه به درد ما میخوره. اما چه قصه؟ تا که تو مرا نبخشیدی من چندین بار دیگه تو را به غذا خوردن دعوت میکنم. تو واقعا کی هستی؟ یعنی چی که من کی هستم؟ تو را پیش من کی روان کرده؟ یعنی تصادفاً در مقابل تو آمدم. تو منو با موتر خود زدی. نه خیر نه خیر. حتما دی کار دست فرشته ها. دست فرشته ها؟ به نظرم باید از اونا تشکر کنم.
چی میخوای اسماعیل؟ ما را راحت بان. ما را از رستوران روان کردن، گفتن ده حساب کدام مشکل وجود داشت، اما ما آمدیم که امرای تصویر کنیم. پس اجازه بتیم که دختر بره. مشکل شما همراهی است. نمیشه. وقتی ما تو را میکوبیم وام باشه و تماشا کن. بسیار کیف خواهد کرد. تو دورستان شویدی. ایره بته به من لعنتی. ایلوش کنی. شما چی میکنه لعنتی ها؟ ایلوش کنه. ایلوش کنه. ایلوش کنه. منه کجا میبری؟ ایلوش کنه. بشانه. ایلوش کنه. بخوا گفتم ایلوش کنه. پیش سنگا رسیدیم جگر. شما به نظرتون چی میکنه؟ گفتم ایلوش کنه. ایلوش کنه. آرام باش. شامل کسافت ها. گفتم ایلوش کنه. پلیس بکنه. بدوه. سر بکشه. علی عادی خوب هستی؟ خوب هستم دریا. ما صبر کردیم اما نیت اونا خوب نبود، مجبور شدیم که دخالت کنیم. عدیل کار خوب کردیم. عادل او احمق او طرف فرار کرده نامرسون. لطفا اونا رو دستگیر کنید. گفتی آمر سعید؟ دوست پسرم به هوش آمد. زود برو. این مرد بیگانه است. چه وقت دوست پسرت شد؟ گم شو از اینجا برو. اوف. علی خوب هستی؟ خوب هستم. مرا چیزی نشده. حالا بخیز باید به شفاخانه بریم. نه خیر لازم نیست. من خوب هستم. زخمی شدی؟ مهم نیست. خوب میشه. قسم خوب نمیشه. تو خوب هستی؟ برات کدام صدمه خونه رساندن؟ من خوب هستم. من چیزی نشدم. اما اگه پلیس در وقتش خدا اینجا نمیرساندن شاید حال خوب نمی بودم. حالا بیا که خانه برسم. دوست همون تاقیمم اومد. دوست همون تاقی؟ من دریا گفته بودم که بعد از غذا بیری ما رو ببرد. من خودم تو را میرساندم. نه تشکر. تو زحمت نکش. بیازه تو خوب نیستی. نه خیر من خوب هستم. دستم مردم ما کم گبدان هستن. ما دو دختر مجرد در یک خانه زندگی میکنیم. اگه حالی تو من خانه برسانی باز مردم گب خود زدن. اما با وجود همه چیز بسیار اکشن عالی بود. به خاطر یه حادثه معذرت میخوایم. امشب بسیار برام خوش گذشت. خوب شد که حمله منتر تصادف ندارم. خداحافظ.
بری. البته چرا نه؟ Seni görsem bir defa kabulümdür ölürüm ondan sonra bizi buldun aşk sakın geri çekme kendi دختر جان تو همراهی او چی کردی؟ مثل رباط اونجا استادمانده کاری نکردیم فقط عقلش ازش گرفتم Hataların ortasında kaldım Yine de sana kıymayı göze aldım آقای محترم او دزدا فرار کردن میخواین امرای ببرین از اونو شکایت کنین؟ نه خیر نه شکایت ندارم با خانه جدیدت خوش آمدی صوفیه انشالله که در اینجا روزای خوبی رو سپری کنی بیازم از زیاد وقت اینجا نخواد ماندم کجا میری؟ بایکارم میبرم در زمین با تام خانهت برو چند روز میشه خانه نرفتی نه؟ حتما مادر و پدرت به تشویش هست بله امو ترس آمر صاحب اله درست هست برو دیگه اله برو خیرت هست دختر جان تو دی بایکا چی رو ماندی؟ کمر رو شکستاندی بخون هیچ چیز نماندی فقط یک چند جوره لباس هست فقط چند جوره لباس هست؟ چند جوره لباس؟ دختر جان اوج لباس های شما را از لایه های مسی جور میکنن؟ میگه فقط چند جوره لباس هستی رو بیدی ما را اسب گادی جور کردن ایره بیدی ایره بگی یک کمی کمک کو دختره بگی میبخشید منتظر ما میباشید میبخشید در اینجا؟ او کی بود؟ کی بود؟ همون خانمه که میخواست بیایا کدام خانم؟ همون خانمه که نماندیش بیایا نمیشناسم پس چرا دروازه را قصدن بروش بسته کردی؟ نه خیر من خود قصدن دروازه را بسته نکردیم دروازه باز بود داخل می آمد یعنی باید داخل می آمد حتی ما بسته میکردم که گفت نکن بازم بسته کردم یعنی در منزل اول یعنی در آپارتمان به خاطر که لفت است مجبور هستن در لفت بالا شوند چی میشه یک منزل از پیاده برن نمیمورن که
یک بایی که قدر سنگین شده میتونه. بیا دیگه. بیا بیا. شام بخیر آقای آبوس. شام بخیر. شما در اینجا چی میکنین آقای آبوس؟ ما شما کم است نه؟ از او خاطر در وقتهای بیکاری خود در این ساختمان یگان بار تا و بالا میکنم. دیگه چی کنم؟ در پایین بیکاری ما بود بالا آورده. نه خیر منظور من این نبود. میخوایم بفهم که شما در این ساختمان چی میکنین؟ خب خانه ما آمده. خانه تان آمده؟ بله ما در او آپارتمان زندگی میکنم. خب شما در اینجا چی میکنه؟ اگه به خاطر که 2 روز به وظیفه آمدیم به گرفتن حسابی آمدی باید بگویم از مدیر اجازه گرفتیم. به سیلونیک رفتم و سند کلان دارم. نه خیر به خاطر پرسیدم که ما هم در او آپارتمان زندگی میکنیم. خوب است. توبه توبه. قسم بخور. قسم میخور. توبه. بسیار کم مانده علی مرز. بسیار کم مانده که دستگیر شوی. در جای تستاد باش. اگر نه شلیک بکنم. تکان نخو. دستایتو بالا کن. کار چیزی به مادرم میگم بیادر. تو مرا تهدید میکنی دختر؟ نه خیر فقط مورد اتفاقات آینده میگم.